این یه نوشیدنی معمولی نیست. این یه جادو از دل کره جنوبیه. آیس آمریکانو بلک کره‌ای. امروز میخوایم با هم اینو آنباکس کنیم و ببینیم که طعمش چه فرقی با آیس آمریکانوهای ما داره. اگه تیک تاک داشته باشید حتما این مدل از ویدیو به چشمتون خورده که کره‌ای‌ها میرن تو فروشگاه، تو سوپرمارکت، لیوان یخ دارن برمیدارن و حالا نوشیدنی و شیرموز و پاستیل و آب نبات و اینا میان باش قاطی میکنن و این نوشیدنی مخصوص خودشونو درست میکنن. کره‌ای‌ها عاشق آیس آمریکانو و همطور که میبینید با لباس زمستونی و یقه اسکی داره آیس آمریکانو میخوره. تو همه فصل‌های سال اونا آیس آمریکانو میخورن. و حالا میخوایم ببینیم که آیس آمریکانو کره‌ای، این نوشیدنی جادویی، چه طعمی میده. من خب لیوان یخ نداشتم تو فروشگاه، ندیدم که بفروشم، بخاطر همین از یخ خونه استفاده کردم. درش هم که باز کردیم و توش همچین چیزی بود که میبینید، ولی یه عطر خوبی زد اینجا. کاش میتونستم بوشم با شما تقسیم کنم. ریختم تو لیوان و طعمش رو امتحان کردیم. حتما آخر ویدیو نظر کارشناسی مامانم هم راجبش ببینید، خیلی جالب بود واقعا. اما به نظرم خوشمزه بود. تقریبا شبیه آیس آمریکانوهای خودمون بود. طعم آنچنان متفاوتی من نگرفتم. آیس آمریکانو دیگه. مامان نظر راجع به آیس آمریکانو کره‌ای چیه؟ این آتشقاله چیه میخورین؟ مفتم نمیارزه. پولاتونو میریزین دور. دیگه نخرین از اینا. دیگه